اما اگر خدای ناخواسته در اثر اختلاف و عدم اتحاد بزرگان و یکدیگر مردم گرسنه و مظلوم ما اسیر دشمن شوند و اگر چادر دختر عزت بدخشان را عربه های یزیر و پنجابی های اشغالگر بی‌روایت روزی خدا قاضی شود دست ما و دامان شما. امروز دیگه هیچ کار کرده نتانیم. همه دین شما را ادا خواب کردیم. ما هم در پالی شما همه مرمی را خواب کردیم. تشکر هستم. برد معلوم صفایی تاریخ که دوستم غیرتیم برد معلوم صفایی تاریخ که دوستم غیرتیم ییردی عالم yüzüge anca şanu şevketim uçmasın avrak defter ta kıyamet bu atim ketmegey bihude inşallah bu çeken zahmetim ko'p umid vardır hanuz ham bu ezilgan millating ko'p umid vardır hanuz ham bu ezilgan millating bu ezilgan millating من متعلم مکتب بودم که قهرمان شناخته شده کشور به خاطر نجات مردم از این مصیبت و بدخشان تشریف آورده بودند. من آن وقت صوفی جنرال صاحب دوستم را به عنوان یگانه روزنه امید دیدم و آن روز برایشان گفته بودم وطن را نجات بدهید. آن روز جنرال صاحب دوستم گفتند یا ما افغانستان را نجات میدهم یا این کوپیچه من کفن می شود. خدا را شکر که افغانستان نجات یافت. قهرمانlar خصلتی bulsun hamisha odati pir و chiltanlar bo'lib doim madadgor ulfati maxfiyot tarixda yodgor o'lsa bu yozgan xating vasfiga do'stimni qancha nazmi ash'or aylading vasfiga do'stimni qancha nazmi ash'or aylading nazmi ash'or aylading در 15 روزی که در بدخشان بودیم استقبال گرم مردم بدخشان هیچگاه در تاریخ در زندگی ما فراموش نمیشه. ما آل همه دین خدا ادا کردیم و روی سرخ آمدیم و زبان دراز پیش شما آمدیم. این تیم گپ نیست، این تیم عمل است. همین چیزی که رئیس جمهور آینده افغانستان دکتر صاحب اشرف غنی گفت این گپا عملو بشه. این تعهد هم اسپاریم. آفرین دوستم بکن تاریخ که بردین امتحان جملگه ثابت ایرور بو لاف امت قلسم بیان دیسه بولگی اوش بکنده رستم عصر زمان حسرت و اندوه بلندش منظرین بغرقان نیچسی بیگانه‌lar در vazasiga posmon بی‌وفا do'stlar uchun ko'p dilni afgor aylading saqlasun yo Rab sani bir sunmadat mundan buyon tarixga berding imtihon dushmanlaringni bag'ri qon